داستان یه ازدواج آموزنده و عبرت آموز. میخوام براتون درباره داستان عبرت آموزی بگم که نشون میده این زندگی دنیا چقدر کوتاه و زود گذره. داستان یه مردی بی محبت در مقابل همسرش. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه به کانال خودتون همراه باشید. یه شب دیر خونه رفتم. همسرم داشت میز شام را آماده می کرد که دستش رو گرفتم و بهش گفتم من میخوام طلاق بگیرم. انگار نمیفهمید چی میگم. خیلی آروم علت طلاق را پرسید. بهش جواب ندادم. این کار من بیشتر عصبانیش کرد و قاشق و چنگال ها را انداخت. به هم گفت تو مرد نیستی. اون شب اصلا با هم حرف نزدیم. خوابیده بود و داشت درباره علت تموم شدن زندگی مشترکمون فکر میکرد. منم نمیدونستم چه جوابی بهش بدم. من عاشق یه دختر دیگه شده بودم. دیگه همسرم رو دوست نداشتم. دلم به حالش میسوخت. عذاب وجدان شدیدی داشتم و طبق توافقنامه طلاقی که تنظیم کرده بودم خونه، ماشین و حدود 30% از سهام شرکت به همسرم میرسید. زنم وقتی توافقنامه رو دید پارش کرد و دور انداخت. زنی که 10 سال باهاش زندگی مشترک کرده بودم دیگه برام یه غریبه شده بود. دلم واسه یه وقت تلاشی که برای زندگیمون کرده بود میسوخت. ولی نمیتونستم حرفام رو پس بگیرم. یه روز پیشم با جیغ و داد شروع کرد به گریه کردم. وقتی واسه اولین بار بهش قضیه طلاق رو گفتم انتظار چنین برخوردی رو ازش داشتم. مسئله طلاق دیگه خیلی واقعی به نظر می رسید. بازم یه شب دیر به خونه برگشتم. روی میز یه یادداشت برام گذاشته بود. شام نخوردم. مستقیم رفتم خوابیدم. صبح بهم شروط طلاق رو گفت. هیچی ازم نمیخواست. فقط میخواست تا زمانی که طلاق میگیریم مثل قبل زندگی کنیم. دلیلش هم خیلی ساده بود. چون امتحانات پسرمون نزدیک بود و همسرم نمیخواست وضعیت ما روی روحیه پسرمون تأثیر بذاره. به هم یادآوری کرد که چطور روز ازدواجمون بغلش کردم و به خونه بردمش. ازم خواست تا روز دادگاه هر روز از در تا اتاق خواب بغلش کنم. فکر کردم دیوونه شده. ولی پیشنهاد عجیبش رو قبول کردم تا آرامش خونه به هم نخوره. وقتی روز اول همسرم رو بغل کردم و تا اتاق خواب بردم هر دومون احساس عجیبی داشتیم. پسرم با خوشحالی دست زد و گفت آفرین بابای قهرمانم که مامانو بغل کردی و تا اتاق خواب بردی. وقتی پسرم این حرف رو زد یه جوری شدم. همسرم رو از اتاق خواب تا اتاق نشیمن و بعد تا دم در تو بغلم اینور و اونور بردم. همسرم چشمشو بست و با آرامش گفت به پسرمون نگو که میخواییم طلاق بگیریم. سرم رو به نشانه تایید تکون دادم و همسرم رو روی زمین گذاشتم. روز دوم به این وضعیت یکم عادت کردیم و همسرم خورش رو به سینه من چسبوند. میتونستم عطر بلوزش رو حس کنم. فهمیدم که مدت هاست به همسرم به چشم یه زن نگاه نکردم. همسرم دیگه یه دختر جوان نبود. صورتش چروکیده شده بود و موهاش هم داشت سفید میشد. به خاطر ازدواجمون شکسته شده بود. یه لحظه فهمیدم که چقدر اذیتش کردم. روز 4 وقتی همسرم رو بغل کردم احساس کردم که بینمون یه پیوندی به وجود اومده. زنی که تو بغلم بود 10 سال از عمرش رو واسه من و زندگیمون خرج کرده بود. روز 5 و 6 رفته رفته ارتباط بینمون قوی تر شد.
تا روز دادگاه ارتباط بینمون حسابیدش قوی تر می شد. رفتار همسرم هم روز به روز داشت ملایم تر می شد. یه روز صبح متوجه شدم که چقدر همسرم رو عذاب دادم. یه لحظه دیدم که دارم موهای همسرم رو نوازش می کنم. پسرمون همون لحظه وارد اتاق شد و گفت بابا وقتشه که ماما رو بغل کنی. واسه پسرم بغل کردن هر روز مامانش به یکی از چیزهای مهم زندگیش تبدیل شده بود. همسرم پسرم رو گرفت و محکم بغلش کرد. منم واسه این که نظرم عوض نشه سرم رو چرخوندم، همسرم رو بغل کردم و همسرم دستش رو دور گردنم انداخت. منم محکم بغلش کردم. دقیقاً مثل روز اول ازدواجمون. یه روز قبل از دادگاه باز هم همسرم رو بغل کردم. بی سختی قدم برمی داشتم. دیگه تصمیم گرفته بودم که چیکار باید بکنم. پیش دوست دخترم رفتم و بهش گفتم متاسفم ولی دیگه نمیخوام از همسرم جدا بشم. دیگه همه چیز رو فهمیده بودم. روز اول ازدواجمون همسرم رو بغل کرده بودم و تا خونمون آورده بودم. قسم خورده بودم که تا روزی که بمیرم بغلش کنم. تصمیم گرفتم واسه همسرم گل بگیرم. وقتی گل فروش ازم پرسید روی یادداشت چی بنویسم، خندیدم و گفتم بنویس تا روزی که مرگ ما رو از همدیگه جدا کنه بغلت میکنم. اومدم خونه. تو دستم گل بود و روی صورتم هم یه لبخند واقعی. متوجه شدم وقتی که من بیرون بودم همسرم مرده. فهمیدم که همسرم چند ماه بوده که داشته با سرطان مبارزه میکرده. ولی من از بس درگیر فوندا بودم اصلاً متوجه این موضوع نشده بودم. میدونست که قراره بمیره. واسه همینم بهم گفته بود چیزی از طلاقمون به پسرمون نگم. چون نمیخواست نظر پسرمون نسبت به من عوض بشه. تو چشم پسرم من پدری بودم که همسرش رو تا لحظه آخر دوست داشت. واسه آخرین بار همسرم رو بغل کردم. جزئیاتی که تو زندگی روزمره ظاهراً بی اهمیت و خسته کننده هستند، در واقع همون چیزایی هستند که به روابط ما شکل میدن. مهم نیست که خونتون چقدر بزرگه، ماشین چه مدلی دارین و چقدر پول تو حساب بانکیتون هست. پول، ماشین و خونه وسایلی هستن که باعث خوشبختی میشن ولی هیچ کدوم باعث خوشبختی دائمی شما نمیشن. به همین خاطر با همسری که دوستش دارین با عشق زندگی کنین. واسه تقویت رابطتون همدیگر رو سورپرایز کنین و رفتارهای عاشقانه کوچولو انجام بدین. خیلی همون درست وقتی که چند قدم با موفقیت فاصله داریم تسلیم میشیم و متوجه این موضوع هم نمیشیم. لطفاً این داستان آموزنده رو با بقیه به اشتراک بذارین تا دیگران هم بخونند و بشنوند. امیدوارم که همتون زندگی مشترک توأم با خوشبختی و آرامش داشته باشین. امیدواریم این مجموعه داستان‌های جالب نظر شما رو جلب کرده باشه. نظرات و کامنت های خود را برای ما بنویسید. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک و با دوستانتون شیر کنید و کانال یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. چند ویدیوی دیگه آخر ویدیو ظاهر میشه. آنها را هم حتما تماشا کنید. متشکرم.